برایت این باشد مینسا دیارا اداما پهلوان از گابون. مینسا دیارا پهلوان گابونی اونقدر دستاوردهای سطح جهانی ندارد. با پیراهن سفید میبراید و کامرانشاه هیوستوپریون باشد. پهلوانی است که بارها از جمهوری تاجیکستان در مقیاس جهان برآمد کرده است و مخصوصا در قهرمانی این شاید رکورد ایپان هم با گذاشتنش از لااقل وزاری هم برای کامرانشاه نشان دادند که این پرتاب بسیار پرتافتی خوب و طریق گریبان حالا باقی کردن و در اینجا کامرانشاه هیوستوپریون چند فرصت دیگر طریق اصولی اوچماتایی که تکنیکی دوست داشته این پهلوانی کشور ما به حساب می رود رقیب را افتان و این رقیب گابونیش وزاره الان که پون هم بود برای کامرانشاه. دوره های اول برای کامرانشاه خوب است، دوره اول دویم هم خوب است. یک نوبت دیگر سیاه نگه برای کامرانشاه اجرا کردن سر کتف رقیب را نزدیک می آورد و هر لحظه پیش خود می آورد. مینسا دیارا خود به زمین می افتد و خود را با تخت پشت می پرتوید. رتبه دوم است که این پهلوان گابونی و این شیوه گوشتی می گیرد. در وزن تا 90 کیلو مخصوصا نبرد کامرانشاه هیوستوپریون با این پهلوانان قبلا گوشتی گرفتن خوب است برای کامرانشاه در زیرگروهی که او گوشتی میگیرد بسیار خوب است. این دومی پرتاف اوچماتایی که 100% ایپان است. مینسا دیارا از دست کامرانشاه هیوستوپریون شکست میخورد و در وزن تا 90 کیلو اولین راهی کامرانشاه شده گردید. اگر ما امکانیت داشته باشیم بعد از تماشای این پرتافتای کامرانشاه هیوستوپریون بعضاً به تتمه رقم 1 برگردیم. حالا حالت تکرار رو اول تماشا کنیم و بعداً گزارش میکنیم به تتمه رقم 1 چون که در اونجا جهانگیر مجیدوف با یکی از پهلوانان قوی از شویتساریا مبارزه میبرد.